السلام علیکم محترم حاجی میرزا. بعد از سلام از درگاه خداوند کریم تنی صحت و سلامتی، آرامی و جمعیت و اهل و بیت شما را طلبگارم. من از شهر دوشنبه یک برادر اسلامی و مخلص امر معروف شما ذاکر افغان هستم. لیکن برادر، سوال از فعل خودم. در بازار گنجینه سودا میکنم. کدام دختری گذرد آنها را، یعنی دخترها را، شوخی‌های بی جای و بجا میکنم. این از نگاه اسلام عزیز ما چگونه است فهمانید. با جمله دوستداران شما از بازار گنجینه، شهر دوشنبه، سکتور 10. ما به تمام مخلصان خود، با تمام آن کسانی که ما را احترام میکنند، ما را دوست میدارند، ما هم اونها را دوست می‌داریم، ما هم اونها را احترام میکنیم. و فقط خواست من، مقصد منم برای بهبودی، برای جمعیت و برای خوب کردن اخلاق جوانها من مبارزه میبرم. فقط مقصد ما همین است. این برادر ما وقتی از ما سوال کردند که آدمی نمازخوان بازم این یک فعل ناخوبه داشته است که با دخترهایی که از پیش دکان اونها میگذشته است شوخی‌های بیجا و بجا میکرده است. خواست است که اسلام در حق این گونه جوانها چی میگوید. این فقط در حق این ذاکر افغان نیست، بلکه امروز اکثر جوانها دخترهای راهگذر را گپ میپرتایند، با اونها شوخی‌ها میکنند. خدا در قرآن سوره نور نظر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك اذکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. صدق الله العظیم. خداوند مهربان، خداوند قادر و به همتا، چی به زنها چی به مردها خطاب کرد، سفارش روان کرد. ای محمد صلی الله علیه و سلم، با تمام جوانها، با تمام مردان امت خود بگو که وقتی یک زنی را که وی زنی بیگانه است، وی زن نه خواهر تو است، نه ینگه تو هست، نه خارزای تو هست، بلکه یک زن همسایه است، یک زن نیکارس است. وقتی آنها را که دیدن باید که چشمهای خود پیشی برگیرند، با آنها نظر نکنند. خدا این سپارش داده ایستاده است. و به تمام مردهای امتت ای محمد صلی الله علیه و سلم خبر بده که خودشان را از زنا نگه بدارند، زیرا پروردگار اونها از تمام افعال و کردار اونها درکدار است. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با تمام زنهای امت خبر بده وقتی مردهای بیگانه را که دیدن باید که به سوی اونها چشمی با شهوت نکشایند، باید به سوی مردها نظری با شهوت نکنند و خودشان را از زنا، از حرام نگه بدارند. این سفارش پروردگار برای تمام مردها و زنهاست. شاعر عرب میگوید کل الحوادث مبدأها النظر و معظم النار من مستغرر الشرر. این شاعر عرب گفته است همه حادثه های روی دنیا را سرشویش مبدأش گفته همون چشمش از نظر کردن سر می شود. و حضرت تشبیه آوردند و معظم النار من مستغرر الشرر. گفتن چگونه که یک آتشی که چند قدر علنگه دارد اولی او را نظر کنید چند قدر خورد است، یک آتشی خورده که هست،
وقتی وی بالای او که گذاشته می شود وی به علاوه خیلی کلان مبدل می شود. یعنی این نظر اول یک چیز خیلی خورده هست که باز شاعر عرب چی میگوید؟ در اساس همین میگوید نظرتون فابتسامتون فسلامون و کلامون و موعد فلقا. حضرت گفتن سرشوی زنا گفتن اول از نظر سر میشود، یکم نظر میکنی، دوم فابتسامتون، دوم نظر کردن، وقتی نظر کردی بس او تبسم میکنی، سوم فسلامون، بعد تبسم کردن با او با سلام میکنی، فکلامون، چهارمش چی است؟ بعد سخنرانی تان سر میشود، فموعدون، پنجمش گفت بعد جای موعد اعلان میشود با فلان جا را بیا، ششم فلقا، بعد شما با یکدیگر میرسید. اولی سرچشمش چی بود؟ نظرتون، نظر کردن. از نظر کردن سر شد. رسول اکرم حضرت علی را چی گفتند؟ لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخر. علی گفتند یک بار که چشم تو با این زنها میگذرد، در یک بار خدا تو را محاسبه نمی کند، خدا تو را عقاب نمی کند، خدا تو را عذاب نمی دهد. وقتی یکم بار یک بار نگاه میکنی، ولیس لک الاخر، لیکن علی بدان که دویم بار وقتی نگاه کردی این دومش به ضرر توست. یک بار نگاه کردی ضرری ندارد، زیرا وی فوق‌العاده شد، نافهمیده شد، لیکن دویم بار از روی شهوت وقتی نظر کردی الله که اینش به ضرر تو حل می شود. جوان عزیز، از این شوخی های بیجا دور باش. یک قصه به یادم آمد، میگوید یک جوان نزد رسول اکرم آمدند و گفتند ای حبیب خدا، همینجا یک تکلیف شده است، باور که این خودمانم دلاورم نمیشیم، بلکه میگن همینجا یک برای بعضی باز کمبودی هایی که پیدا شده است میگن یک صندوق گردانیم که همون کارگرها تامین شوند. گفته خیلی سخنشون قبول کردیم. یک جوان نزد حبیب خدا آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، من میخواهم که زنا کنم، آیا بر من رخصت نمیدهی؟ یاران پیغمبر که در اطراف پیغمبر نشسته بودند میگوید بی نهایت غضبناک شدند، گفتند این پیغمبر خدا را مسخره میکند. وای نمیداند که پیغمبر خدا دائما به ضد زنا از آیه های کریمه صحبت میکند. میگه رسول اکرم که بسیار آدمی با صبر و مهربان بودند چیکار کردند؟ در حال جوان را گفتند نزد من نشین، گفتند نشست. گفت ای جوان، گفتند زنا میخواهی؟ گفت بله زنا میخواهم. گفت آیا میخواهی که با مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای پیغمبر خدا نمیخواهم. گفت میخواهی که با زن تو کسی زنا کند؟ گفت نمیخواهم. گفت میخواهی که با اپی تو کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. میخواهی با خواهر تو کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. با خاله و با عمت میخواهی کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس ای دادر عزیز، ای جوان عزیز، یقین دان که آن زنی که با تو استراحت میکند وی هم یا زن یا مادر یا دختر کدام برادری تو هست. این جوان میگد از جای خود خیز، گفت پیغمبر خدا در حق من دعا کن. رسول اکرم 3 دعا کردند. پروردگارا فرج این جوان را از زنا نگه بدار. پروردگارا دل این جوان را صاف و مجلا بگردان. پروردگارا گناهان این جوان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین کردند.
جوان از جای خود خیز گفت به خدا قسم در روی زمین از محمد دیده دیگر رفیقی ندارم، از محمد دیده دیگر محبوبی ندارم، به جز دوستی من فقط و فقط محمد است، من وی را دوست می‌دارم. این جوان از پیش رسول اکرم فارغ شده. بسیار خوب می شود جوانای عزیز امروز از نظر کردن، امروز با این زنها یک جایه شدن، استراحت کردن، فقط خواهر و اپای ختان پیش نظر بیارید. از این عمل دور باشین، زیرا خداوندم در قرآن برای شما تذکر میدهد، یادآوری میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. خدا در قرآن میگوید ای بندگان من، کسی دعوا میکند که بنده خدا هستم به زنا نزدیک نشو، زیرا زنا چی یک بدفعل و چی یک بدراهی هست. شما وقتی اگر زناکار شوین جوانای عزیز، دیگر شما حیات شیرین نمیبینید، شما دیگر با زنتان معامله خوب کرده نمیتونید، دیگر زنتان دوست نمیدارید، برای شما ان دخترهای کوچه محبوبتر میشوند، شما دیگر با یک زن زندگی کردن نمیتونید، بلکه در حال روز به روز طلاقی تو زیاد شدن میگیرد. این بسیار اثرهای ناخوب دارد. بین امروز خداوند 1450 سال پیش قریب ما و شما را گفت به زنا نزدیک نشوین. حکمتش امروز برآمد. سپید کی درک داشت؟ از کسل سپید کی درکدار بود؟ امروز دنیا را سپید اشغال کردگی هست، هیچ تبابتی ندارد. سرچشمش از چی است؟ از زنا کردن است.